می‌دانید افراد تنبل منتظر لحظه مناسب می‌مانند، اما افراد متمرکز همان لحظه‌ای که دارند استفاده می‌کنند. افراد تنبل دنبال راه‌های کوتاه و میانبر هستند. افراد متمرکز سیستم می‌سازند. افراد تنبل نتایج سریع می‌خواهند. افراد متمرکز پیشرفت می‌خواهند. افراد تنبل مورد کارهایی که روزه انجام خواهند داد صحبت می‌کنند. افراد متمرکز همان کاری را که امروز انجام می‌دهند تکرار می‌کنند. بدانید که راحتی فقط تو را راحت نگه می‌دارد، اما تداوم و ثبات تو را توقف ناپذیر می‌سازد. پس منتظر نمان که زندگیت خودش تغییر کند. شروع کن همان گونه ظاهر شوی که آرزو داشته باشی. موفقیت ناگهانی نیست، نتیجه کارهای کوچک اما استوار، ثابت و متداوم است.